عرضی کنم. الیکسور بستم امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اومدیم با یک کلیپ سوم کانالمون و اول دکمه سابسکرایب رو بزن، ویدیو رو لایک کن تا روحیه بگیرم. همین. امروز اومدیم یه چیزی رو که شماها گفتید بخریم و آنباکسش کنیم. اونم چی؟ خب داشتم داخل کامنت ها میگشتم، کامنت دیدم، یعنی مثلا داشتم میگشتم نگاه کردم، یکی نوشته بود که بین شما قرعه کشی شد، اسم اون کسی که در من نمیدونم که نوشته بود هدست گیمینگ بخر. هدست گیمینگ من بعد که اومدم یعنی خونه نوشته بود هدست، نمیدونم یه مدلی هم نوشته بود، گفت از دیچ کالا میتونید تهیه کنید. اونیکوما مدل کیتن پرویا یه همچین حرف داریم. حالا اشکال نداره، ما میریم میگردیم، اگه پیدا کردیم همین الان سفارش میدیم و برای شما دوستان عزیز آنباکسش میکنیم. برو بریم. خب دوستان وارد دیچ کالا میشیم برای خرید هدست گیمینگ اونیکوما مدل K10 پرو. ببین پیدا میکنیم. وارد سرچ میشیم. ببین من الان خب دوستان همین است. هدست مخصوص بازی، نه اولین چی هم اومد بالا، هدست مخصوص بازی اونیکوما مدل K10 پروفسی، نمیدونم دیگه. میزنیم روش. 1,150,000 تومان هست. عکساش هست. عکس این عکس بسته بندیشه. نه تنها نمیاد اوکی. من سفارش میدم و میریم واسه آنباکس. خب دوستان اومدیم دوباره. خب من هدست رو سفارش دادم، فقط و فقط اولش سابسکرایب رو اگر به آخر از ویدیو خوشتون میاد سابسکرایب کنید. زنگوله بغلش هم من الان میگم، زنگوله بغلش هم فعال کنید که اگر شما کسی بدید که داخل ویدیو قبلی مثال دارم عرض کنم، مثلا گفته باشه یه این چیزو بخر، اگر انتخاب شده باشه و اون چیزو خریده باشه، شما اولین نفری باشین که ویدیویی که آپلود میشه رو ببینید. خب ما هدست رو خریدیم، الان بریم واسه آنباکسش. خب اگر دوست دارین ویدیو هم لایک بکنید تا من روحیه بگیرم و یه چیز دیگه داخل کامنت ها شما تعیین کنید کلیپ بعدی چی بخریم. خب یه چیز دیگه، اگه چالشی هم دوست داشتید بگید تا ما چالش رو انجام بدیم. دوستتون دارم. خب ببینید هدست، ببینید این پلاستیک و چیز نداشت، فقط یک با کارتون بود که من کارتونش رو باز کردم. ببینید حالا بازش هم میکنیم. بذار اینجاش چاقو میخوام، چاقو حالا یه دقیقه استوب میکنم بازش. خب جنس بسته بندیش واقعا عالیه. اینم از خود هدفونه، فقط چیزی دیگه داخلش نیست غیر از یه دفترچه راهنما. کارتونشون می‌ذاریم کنار. خب بسته بندیشه واقعا عالیه، واقعا چون عالیه دوباره میگم. حالا بریم واسه خود هدفون. پلاستیکو بلکه این هدفون بلوتوسی نیست و سیمیه، چون واسه گیمینگ مثلا بازی کامپیوتری اونا خوب. من قشنگ ویدیو نشون بدم. خب این از هدفونه.
این از RGB‌هاش حالا بعدش اینطور میدم. ببینید اینجا برای اینکه اگر واسه کسی مثلا کوچولو بود و مثلا روی گوشش نمیخورد بعد پایین‌تر با این استفاده کنیم. ببین از دو طرف باز میشه بسته میشه. حالا این برم ببندم. خب اینم میکروفونش هست. از ابرهایی که دور گوش استفاده شد واقعا عالیه واسه اینکه اگر زیاد خواستیم بازی کنید گوشتون اذیت نشه. حالا یه نمیدونم اینجا هست واسه این یه چیز واسه میکروفونشه که بیشتر خاموش میشه و واسه صداشه یه چیز اینجاشه. سیماش هم خیلی بزرگه. اینا بسته شده. حالا هدفون. خب سیمای سرش یه سیم USB که اونم واسه RGB شه و 2 تا سیم اینجا داریم. یکی سبزه واسه درس کامپیوتر واسه این میکروفون این واسه صداشه این واسه میکروفونش. حالا واسه گوشی چطور استفاده کنیم ببینید. این هم واسه RGB هم ببینید اینجا این تبدیله که مال خودش بده تبدیل تقریبا 1 به 2. واسه گوشی فقط این خالی رو میزنید که هم میکروفونش استفاده بشه هم صداش. و واسه کامپیوتر باید این هم باشه. حالا ما میزنیم داخل کیس که ببینید این RGB هاشه که واقعا عالیه. از دو طرف کار شده. هر دو تا گوشش چه داره RGB و اینم واقعا عالیه. خب دوستان اینم بود از آنباکسینگ امروز. یه بار دیگه میگم کانال ما رو اگر واقعا ویدیوهامون دوست دارین سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید که اول نفری باشین که ویدیوهامون رو ببینید و لایک هم بکنید اگر از ویدیو خوشتون اومد و داخل کامنت ها شما تعیین کنید که دفعه بعد چی بخریم و بینش تمام کسایی که چیکارن قرعه کشی میشه. اسم هر کس سر اومد اونو میخریم. خداحافظ تا ویدیو بعد. لیتس گو.